سلام علیکم. امروز اومدیم آقا جمعه بازار. جمعه بازار البته الان پنجشنبه بازاره و قبل از انقلاب جمعه ها برگزار میشد و شلوغ هم بود. مثل الان انواع چیزای مختلف، میوه و چیزای مختلف میفروختن و الان هم دارن همین کار میکنن. مثلا گوسفند و گاو و مرغ و اردک و میوه و انواع چیزا میفروشن. میریم ببینیم که این بازار قشنگ رو، بازار محلی که دقیقاً در نزدیک، یعنی از رشت که میایم نزدیک سومه سرا به نام طولمشهر یا همین جمعه بازار قدیم، ببینیم چه خبره. İsraili deneyim koy. عالی. Hadi de ağa. Sen değil Pameli tamam. آره مامینه. زن شوهره کجایی اینا؟ اینا لهستانیه. لهستانی. بله اصل بازار اومده؟ اصل بازار اومده. من میگم خودتون میایین، من چیکار کنم؟ جنس سیب پاییزی مدل پوشی پاییز تمام میکنم. سلام، چطوری؟ خوبی؟ خدا قوت. آقا 300 هم توسی لبخند بزن با لبخندی جان. من 300 فدان توسی ده نوارد. چی بکنم بندی خودم؟ دو بار پوشو هفته و درون با اومد دیل نیامده دوانه کنم بشیم. ای نره فدا آجی فدا خب بریم این بر بازار ببینیم چه خبره. پیاز ده تومن پیاز با طعم مرغ. 10 تومن پیاز. سلام، چیه؟ انا بده. اما چه مقدار میخواد بده؟ برای از قند جلوگیری میکنه است. کبد چرب جلوگیری میکنه. خیلی آروم.
تعطیل لگو تعطیل سلام چی چه بوده میری تو؟ چی گیری تو ریسه اما نفرق لما الصبح تقول ميتين نفرق على الصبح النهار عشان خوش کلی چنده؟ سير خوش كل 50 50 تومن میوه ماشاءالله امسال میوه خیلی خوب بوده میوه گلابی میوه بیشتر ای که بر خال لبک ای دوست امتحان شدم چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم ای اینجا هم هستن این مسیحیه که سرن میوه‌جات اینجا میفروشن آقا جان خیال کجا و چین بله غلام جان بیا قربان شما نه اجازه آقا جان پیازم 12000 عدلا 10 تومن 12 تومن این انتهای بازار این وره دور میزنیم بیم طرف دیگر هم بریم این ورم مرغ خروش و عشام میفروشن بریم ببینیم چطوره همینجان درست برو بابا جوجه و مرغ چیه پول مداری که بگیم چیه اون 110 اما مرغان چنده چند 250 جناب
بیتای خدا بود. جوجه کبابی درشت آقا جوجه کبابی درشت آقا مرغ و خورس محلی مرزان چند ساله بازار عیده؟ من 50 سال 60 سال 50 سال بازار محلی شدی؟ بازار محلی؟ آره بله هم بازار محلی تو دیگه خیلی موقعی موقع هر جا خیلی موقع تو من بابا مسجد جا قبلا جمعه هم بازار بود نه جمعه عشان بدون عتیده عشان بمن انقلاب وشه هم بازار بگرد ستش بازار وشه بازار معروفه ولی به معروف جمعه بود دیگه اونه شو بگیره بوسه پنجشنبه بازار پنجشنبه بازار اون دیگه حکومت رد کنه حکومت دیگه رد کنه بشه کویش این سی شما ما شما سرایی خدا شما رو بده خدا قوت خدا قوت کلا من نکنه نه مسئله ماهیگیری و شکار رو چایی انواع چایی کجاست این؟ لایجانه؟ چایی گراپس که کومن داره؟ چه فرقی داره چایی کومن و با لایجان؟ طعم و اینا چه فرقی داره؟ فرق داره؟ پی نگردی هم لایجان داری هم اونجا یا نه؟ فقط این بری؟ فقط چایی کومن و این برا دست شما دارم سلام خدا بابا ابزار و انواع خبر و سیکل تازه اصل برم آقا جان سیکلای تازه اصل برم آقا جان سلام خدا بابا یه جای کوره دیدن یا نه؟ 48 ساعت چند هم قیمت ها؟ بله؟ 130 تومن 190
بفنگم این همه یمج که غذا میسازن توش حالا هم از فسنجون و باقالی قطاب و اینا شهرداری پدو شهرداری مرغای خوشگل داره سلام بفرم خب این مسیر اومدیم ولی داریم دوباره میدیم حالا شما نگه داره نه بابا همچه گلی میریم از چیز جا داره میتونه دور الان میرم داخل روزخونه سه تا برش به علی تومن حساب مثل اسرائیلی میریم اون بر ببینیم چه خبره خرید مو آقا خدا قوت کجا میبری اینا رو؟ میبریم برای سخت استخ داریم کجا استخ؟ فلکده فلکده مبارکش بیه برای نشون میدی که جنواره با نگاه موقع کاکولده مرغ کاکولدار اینم مرغ اردک های بشه اینم بفروشیم یا خریدیم؟ نه بفروشم خب اومدیم اینجا ادویجات بخریم سرچوبی خوب میخواد به ما بده بسته یه خود دیگه بیشترش کار زجو برد بخانه نه آمده فیلم استفاده کنم برای فیلم مرداری میخوام استفاده کنم خوشگل اینا رو بعد همه رو میکشیم همه رو بعد میکشیم میدونم صد درست کنه الان درست حالا الان که صد نمیدم که صد درست کی به کی خب سماق تو سماق قشنگ که 400 دارم 200 اون چیه اون چه فرق بده؟ اون سماق بوده خب اینو بده سماق بده سماقی که به درد بخوره سماق یک اون رنگش جیرتره قاطی آخه خالص این نه این خالص بس چه قاطی داره آقا اون چای ترشه نمیدونم چی اما این خالص این هم سماق ما فلفل هم باید بگیریم کلی چیز میز بخوایم بگیریم عادی بده بوده چند؟ الان دانی 3750 کلی 190 هانو قیان بیشتر آگه بیشتر انا از بیشتر اون خیلی آهانم آقا چند؟ 3700 ماده؟
یه مقطع دیگه از بازاره شلوارو چی میگه اینو؟ عروس؟ میگن عروس. عروس هندوانه همدان اول بخور و نبر. پوچ گلابی وحشی همون پوچ دیگه این منم بازار لباس و چیزاست که از این بریم و از اون در بیده داستون این کلاری نه هدی نه کباب میخورن و کباب و جیگر و جالوش هم دارن و سایز نمیده سایز دارش چنده زنانه؟ 60 دارم از این مسیر رد بشیم اینا اونور کتنی بگیریم کم رودخونه جذابی هم اینجاست کنابه الان بدرم با این شورست اینجا یه بخشه ادامه داره میریم که بازارهای دیگر رو داشته باشیم. امیدوارم که این فیلم خوشتون اومده باشه و لذت برده باشین از این بازار محلی و محصولاتی که داشتن خود آدما و همین مردمی که خرید کردن و دارن میرن لذت برده باشین. ممنونم که همراه من هستین، ممنونم که سابسکرایب میکنین، ممنونم که لایک میکنین، برای دیگران میفرستید و فیلم ها رو تا آخر میبینید. اینا برام ارزشمنده. ممنونم از شما و اگر نظری دارین، پیشنهادی دارین حتما بفرمایید.